چون گوزمان شد رئیسی به کوه، برفت از دل صیدلی ریغ و روح. بگرید عظمای درنده خو، چو ابرام را یافت همچون کوکو. القصه کجا بودیم آقا؟ صیدل جریان و نالان و جویای چاره. بسی رایزن گرد خود جمع کرد، همه گیج و مبهوت و نالان و زرد. که اینک چه خاکی بریزیم سر، در آورده این داغ از ما پدر. آقا صیدل نابکار غمگین و نالان، دستی به وافور و چشمی گریان فزایی شد و از غصه به خواب رفت. ناگاه نصف شب روح پلید دجال خمینی نابکار با لگد بیدارش کرد و گفت نخور غصه ای صیدلی خبیث، بیا این تو و این یه پا کاسلیست. درونش بسیجی برونش پزشک، بپاشش به روی پلو چون زرشک. آقا جونم برات بگه صیدل بی رمق و بی حوصله که دلشم از ریزش بسیجی ها خون بود، گفت بسیجی که ساندیس خواهد ز من، چماقم شده دامنه 10 تومن. البته 10 تومن 10 میلیون تومنه. آقا بله، روح راحل بدذات گفت لاکن ای بابا، با این همه ثروت و نفت و دست آخوندوار تا بیخ تو جیب خلایق بینوا، چرا خزانت خالیه؟ صیدل بدمرام چنین جواب داد تو گفتی که هست اقتصاد از خران، نکردیم ما هم عنایت بدان. از آن رو که ما نیز از اقتصاد به اندازه خر گرفتیم یاد. کنون باید از جیب مستضعفین بدزدیم و ریزیم در آستین. آقا صیدل مار در آستین حدیث اوضاع پتال خزانه را بگفت و نیت پلید خیش بر گران کردن بنزین و نان و هراسناکی بیت از طوفان قیام را عیان کرد. بله، خمینی دیو سیرت در اومد که نداری کنون چاره ای صیدلی، یک کاری بکن نفل بی معطلی. در اون انتخابات پتکی گران، نمودی توی حیفنان نوش جان. بده تن به پوزیده کل خر، وگرنه کنارم یه قبری بخر. آقا صیدلی که میدونست اومدن پوزیده همان و دو قطبی شدن همان، تو همون خواب ناله‌ای کرد و به امام ملعونش گفت اگر داشتی تو همین راه حل، نبودی کنون در جهنم مچل. به زودی مرا دشمنان با قیام، فرستند سوی جهنم امام. به امید بدرقه آتشین عظما، به فنار به دست یلان ایران زمین. عزت زیاد و سلام.